من علی اکبر نصرآبادی هستم. اینجا که شما ملاحظه میکنید نمایشگاه نقاشی چاپار به روایت چوبسوز هست. 40 تابلو من اینجا ارائه کردم. 10 تابلو چاپار هست که به سفارش موزه پست اینا رو من کشیدم. تقریبا 1/3 تابلوهای من هست. بقیه تابلوها چوبسوز و حدود 7 از اونها نقاشی آب رنگ روی برگ درخت هستش. چوبسوز یعنی سوزوندن چوب، با کم و زیاد سوزوندن چوب. طبعا شما میتونید نقاشی بکنید و خب قهوه‌ای میشه دیگه، کم و زیاد کردن کار. این کارو من در واقع سال 56 که دانشجو بودم شروع کردم. هنگام دانشجویی نقاشی روی برگ شروع کردم و تعدادی از کارهای چوبسوزو. کارهای چوبسوز در واقع این تکنیکو که عنوانش هم من خودم گذاشتم روی این قضیه به عنوان چوبسوز. خب چون معمار بودم نیاز داشتم به مطالعه ابنیه تاریخی و این تکنیکو که در واقع خود چوب از خاک رویده و هیچ چیزی بهتر از چوب نمیتونست رنگ خاک رو نشون بده، من این تکنیکو به خدمت گرفتم برای به عنوان ابزاری برای مطالعه ابنیه تاریخی ایران. ابنیه‌ای که به حال من چک نویس کردم آثار اون پیشکسوتان این فن و هنر که خب به حال وظیفه‌ای داشتم اینا رو منتقل کنم به مخاطبین که در اصل نسل جوان ما هستن. در این حاشیه خب اسم نمایشگاه که چاپ رو گذاشتم همین هدف رو دنبال میکردم. چون چاپ ها هم مثل خیلی چیزهای دیگه بعضا برای نسل جوان ما بیگانه بود. همینجا از من خیلی میپرسیدن که چاپ ها یعنی چی. در حال اینجا احساس میکنم که یه مقداری تونستم اینو منتقل بکنم به همون تعدادی که به حال اینجا مخاطب بودن در این نمایشگاه. اعتقاد دارم که هر کسی که به عنوان هنرمند، حالا خودم که هنرمند نمی‌نامم، ولی هر کسی که کاری رو عرضه میکنه یا در عالم نقاشی یا فرق نمیکنه در همه زمینه‌های هنری یا تکنیک نو داشته باشه یا سبک نوعی رو یا به هر حال یه پیامی رو عرضه بکنه. اینجا خب این تکنیک نقاشی روی برگ که در واقع آبرنگ روی برگ درخت هست یه سبک کار. اولین نمایشگاه من که سال 52 بود ماژیک تینری بود که در تهران اون نمایشگاه داشتن سال 52. اون یه نوآوری بود و این تکنیک هم یه نوآوری. امیدوارم که به هر حال با این تعداد کاری که اینجا عرضه کردم تونسته باشم به عنوان یه معمار، علاوه بر این که خودم یه مطالعاتی رو در این ابنیه اصیلمون داشتیم بتونم یه کاری رو عرضه کرده باشم و موجب لذت هموطنانمون شده باشم.